همه وحشی رو با خشونت شناختن، با سکوتاش، با نگاهایی که حرف نمیزدن و تهدید میکردن. اما سوال اینجاست، این همه فشار، این همه واقع‌گرایی از کجا اومد؟ جوابش یه جاست، پشت دوربین. سلام و درود، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به چنل سینماگرام خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم بپردازیم به پشت صحنه وحشی. بی معطلی بریم سراغش. قبل از اینکه وحشی بشه یه سریال، قبل از اینکه جواد عزتی با اون نگاه‌های سرد و خشنش مخاطب رو میخکوب کنه، یه جای دیگه یه داستان خشن‌تر در جریان بود. اینجا نه فیلمنامه نجاتت میداد، نه کاتای کارگردان. پشت صحنه وحشی فشار واقعی بود، ریسک واقعی بود و تصمیم‌های گرفته شده که اگه یکیش اشتباه می بود کل پروژه میخوابید. پشت صحنه سریالی که فقط روی پرده وحشی نبود، پشت دوربین وحشی‌تر بود. بعد از قورباغه همه منتظر بودن که ببینن هومن سیدی چیکار میکنه. راه امن، یه سریال شبیه قبلی ها؟ نه. سیدی رفت سراغ پروژه‌ای که از اولش معلوم بود قرار دردسرایی درست کنه. نه قصه راحته، نه شخصیت‌ها سفید و سیاه. وحشی از همون مرحله ایده قرار نبود حال مخاطب رو خوب کنه. قرار بود بهش فشار بیاره و این فشار اول از همه افتاد رو خود گروه سازنده. جواد عزتی برای این نقش قرار نبود همون عزتی آشنا باشه. نه شوخی، نه شیرینکاری. پشت صحنه ها نشون میداد که عزتی خیلی وقتها قبل از ضبط ساکت بود، گوشه می ایستاد، تمرکز کامل. نگار جواهریان هم دقیقاً تو همین فضا قرار گرفت. کم حرف، حساب شده، بدون حاشیه. این سریال از اون پروژه هایی بود که بازیگر باید زندگی میکرد، نه بازی. برخلاف تصویر، پشت صحنه های وحشی شلوغ و پرهیاهو نبود. فضا سنگین بود. خیلی وقتا سکوت حاکم میشد. نه خنده های الکی، نه شوخی های معمولی سر صحنه، چون همه میدونستن با یه پروژه های معمولی طرف نیستن. حتی تو ویدیوهای کوتاهی که از پشت صحنه درس کرد، میشه این فشار رو حس کرد. بعضی صحنه ها فقط جلوی دوربین خطرناک نبودن، پشت صحنه هم نفسگیر بودن. سکانس های آتش، لوکیشن هایی که کنترلش سخت بود، اینجا دیگه شوخی نداشت. کوچکترین اشتباه میتونست به آدما آسیب بزنه. و اینجاست که میفهمی چرا بعضی پلان ها انقدر واقعی از آب در اومدن. هومن سیدی از اون کارگردانا نیست که بگه بازی کن من نگاه میکنم، همینجوری بگذره ازش. تو پشت صحنه ها نشون میده که تو همه چی دخالت داشت. حرکت بازیگر، ریتم دیالوگ، حتی سکوت ها. بارها پلان ها دوباره گرفته میشد. نه چون بد بودن، چون اون چیزی که تو ذهن سیدی بود در نیامده بود. طراحی صحنه، لباس، گریم، همه چی باید واقعی می بود، نه شیک. لباس ها تمیز نبودن، لوکیشن ها دلنشین نبودن، همه چی کمی آزاردهنده بود. چون وحشی قرار نبود زیبا باشه، قرار بود واقعی باشه. و این دقت کار تیمی پشت صحنه رو چند برابر سخت‌تر کرده بود. برخلاف خیلی پروژه ها، وحشی از همون اول تو فضای مجازی نفس میکشید. عکس ها، ویدیوهای کوتاه، حتی یه نگاه یا لبخند پشت صحنه، همه چی تحلیل میشد. این باعث میشد مخاطب حس کنه داره به یه پروژه زنده نگاه میکنه، نه یه سریال سرد و از پیش ساخته. وقتی وحشی رو میبینی، اون حس سنگینی الکی نیست. اون فشار، اون خستگی، اون تنش، همش واقعیه. پشت صحنه وحشی نشون میده یه سریال وقتی تاثیرگذار میشه که سازنداش اول خودشون رو اذیت کنن و شاید به خاطر همین دلیله که وحشی فقط یه سریال نیست، یه تجربه است. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی، یعنی تو هم جز اونایی هستی که فقط ظاهر یه سریال رو نمیبینی، عمقش رو میخوای که الگوریتم بفهمه این مدل ویدیوها طرفدار داره. سابسکرایب کن، چون قراره پشت پرده پروژه هایی رو باز کنیم که خیلی‌ها جرأت حرف زدن دربارش رو ندارن. و مهمتر از همه، تو کامنت ها برام بنویس به نظرت پشت صحنه وحشی از خود سریال هیجان انگیزتر بود یا نه. خب عزیزای دل، به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. مرسی که با من تا اینجا همراه بودید. ماه و درجه یکید. شب و روزتون بخیر.